بینندگان عزیز، بار دیگر سلام. ساعت به وقت شهر پراگ رسا 10 است تا برنامه اخبار آزادی کمتر از 3 ساعت دیگر باقی میماند. در این فاصله وقت شما را با سرخط موضوعهای برنامه آشنا میکنم. شکل کامل این و دیگر موضوعهای جالب را در برنامه اخبار آزادی خواهید دید. امروز پرزیدنت امام علی رحمان 17مین پیامش به پارلمان کشور را ارائه کرد. پیام حدود 2 ساعت دوام داشت و پرزیدنت به توسعه اقتصادی از جمله صنعتی کردن تاجیکستان تاکید کرد. از جمله به مقامات دادستانی کل و آژانسی مبارزه با کروپسیا دستور داده شد که تا 2 سال دیگر کارخانه‌های صنعتی و استحصالی را تفتیش نکنند. در این پیام پرزیدنت باز سر کدام مسئله ها تاکید کرد؟ منتظر باشید، در برنامه اخبار آزادی برایتان خواهم گفت. حق بر جانب حقدار است و برای حقیقت باید تلاش کرد. این پیام یک استاد رقص از تاجیکستان است که سال پیش برای گوش ندادن به پیام سالانه پرزیدنت در کارگاهش از کار رانده شد. اسم سعیده رستمова آموزگاری پیشینی کالج خورئوگرافی به نام ملیکا صابرова پس از یک بحثش با رهبر این مؤسسه رسانه‌ای شد. سال گذشته در همین شب و روز ارائه پیام پرزیدنت سعیده رستمova را از کار در کالج مذکور خارج کردند. در یک سال بعد در روزگار این استاد رقص چه تغییرات صورت گرفت؟ منتظر باشید، در برنامه اخبار آزادی برایتان گزارش خواهم داد. حمله را گروه دهشت افکنی دولت اسلامی برداشت گرفت. گروه دهشت افکنی دولت اسلامی مسئولیت حمله به قرارگاه وزارت امور خارجه لیبیا را بر دوش گرفت. در این حمله کمش 3 نفر فوت دیدند، نزدیک به 20 تن دیگر جراحت برداشتند. از سال 2011 زمان سرنگونشوی دیکتاتور این کشور معمر قذافی لیبیا ناآرام است. پس از مرگ قذافی در این کشور بای از نفت و گاز کی حکومت میکند؟ در برنامه اخبار آزادی در این باره برایتان گزارش خواهم داد. در شهر خوجند شمال تاجیکستان کارخانه مشترک ترانسفورماتور برای تاجیکستان و ازبکستان باز خواهد شد، در حالی که تاجیکستان خود در شهر باختر کارخانه ترانسفورماتور برای دارد. این نخستین کارخانه بزرگ در شمال تاجیکستان با ازبکستان بعد از نرمش مناسبات با این کشور خواهد بود که این کشورهای یکجایه ساخته و بهره برداری خواهند کرد. همکارم از شهر خوجند درباره این کارخانه گزارش ویدیویی تهیه کرده است. در برنامه اخبار آزادی برایتان آن را تقدیم خواهم کرد. دانیل رستموف آوازخوان زاده دوشنبه در راستای یک آزمون مهم در دور نیمه نهایی لایحه پرتماشابین شبکه تلویزیونی یکم روسیه گالاس قرار دارد. 3 دوره آزمون را او پشت سر کرد و اولین جوانی تاجیک شد که تا به دور نوبتی این لایحه رسید. دانیل و همچنان اعضای خانواده رستموف در دوشنبه با رادیو آزادی هم صحبت شدند. اگر سروده های این آوازخوان را میپسندید و مخلص او هستید، پس برنامه اخبار آزادی را تماشا کنید. یک گزارش زیبای ویدیویی داریم درباره این آوازخوان، آن را با هم میبینیم. بیننده ارجمند، تا کمتر از 3 ساعت دیگر برنامه اخبار آزادی مستقیما و یا هم ثبت آن در آزادی ویدیو صحیفه ویژه ما در یوتیوب پیدا خواهد شد. پخش مستقیم برنامه ما همچنان در وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org و هم صحیفه های ما در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و ادنکلاسنیکی دست رسند.